بخش برنامه سینماگر موفق ما در کنار ما است. قندآقا خاکسار با ما هست و بیدا گلستانی. سلام بر شما، صبحتان بخیر و عیدتان تبریک. سلام بر شما و به تمام عزیزایی که ما را از این لحظه ما را از طریق تلویزیون مشران جرگه تماشا میکنن. خدا کنه که روز سوم عیدم به خیر و به خوبی آغاز کرده باشن. بانو گلستانی خوش آمدین، صبحتون بخیر و عیدتان مبارک. تشکر، سلامت باشین. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت عزیزایی که بیننده هستن ما را. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشن و همچنان دو روز عید را بخیر سپری کرده باشن. امروز که روز سوم عید است هم امیدوار هستم که به خوشی آغاز کرده باشن و جا داره که از طریق برنامه شما عید را به تمام عزیزایی که بیننده هستن تبریک بگویم. ان شاء الله که یک عید خوب و خوش را داشته باشن. بسیار زیاد سپاس، تشکر. خانم ویدا، میشه بگوین که در این روز عید، سوم روز عید است، چگونه آغاز کردین و دو روزی که گذشت اونا چگونه بود؟ آیا فعالیت‌های سینمایی داشتین یا خیر؟ خب ما جا داره که به شما بگویم ما خودم فعالیت‌های سینمایی ندارم، یعنی روی پرده نیستم، اما پشت صحنه کار دارم. بعضی داستان‌ها و بعضی اعلانات البته با خاکسار صاحب همکاری میکنم، ولی برنامه‌های دیگر دارم روی دست. خودم خبرنگار هستم و مدیر مسئول یکی از رسانه‌های صوتی هستم. در ضمن از او رئیس کمیته فرهنگی اجماع بزرگ کابلیان هستم و در پهلوی یگان همکاری کوچک همراه خاکسار صاحب میکنم در بعضی از قسمت‌ها. و در رابطه با سوال شما هم بگویم که دو روزی خیلی خوش گذشت. در خانه بودم دیگه، مهماندار بودید، تبر که خانم‌ها زیاد در خانه این باشن. بعد از 3 روز باز بعد از روز سوم دیگه عید خانم‌ها شروع میشه که باز تصمیم داری بانو ویدا که به پرده ظاهر شوی، یک روز خاکسار صاحب خواهش بکنه که یک فیلم خاص از شما هم باید نقش داشته باشین در باره؟ تا فعلا فکر نکردیم روی که باید ظاهر شم در روی پرده سینما، ولی کارهای پشت صحنه من همراهشون همکاری میکنم. ولی دوست دارم که ام قسم که شما برنامه پیش میبرید، چون من فعلا برنامه صوتی رو پیش میبرم، دوست دارم روی پرده ظاهر شم ولی در برنامه تلویزیونی. واقعا. و خاکسار صاحب برای ما بگوین که کارهای جدیدشان چی هستند؟ سالی که گذشت چگونه بود در بخش سینما برای شما؟ نصیر صاحب پیشتر ما تبریکی نگفتیم، بازم تبریک باشه دوست عزیز، عید سعید فطر به شما. نصیر صاحب فیلمایی که در سال جدید داشتیم، سال گذشته خیلی فیلمای بلند بودن که از او جمله فیلم چانس بود از عارف نوری افتتاح شد و یکی دو سه فیلم از دوستای دیگه بودن که من نقشای کوتاه داشتم در اونا. دیگه فیلمای قوی ترین فیلمایی که ثبت شده و خلاص است بخیر آمده افتتاح، فیلم سکوت است که خیلی دوستا وطنای ما منتظر هستن و فیلم خاموشی است از عارف نوری که در اون نقش دارم. فیلم شکار سلیم شاهین است دوم نقش دارم. سریال خط سیوم است در اون نقش دارم. دیگه اینمی بازی فیلمای تازیاف هست که نامایشان از یاد ما میره، به شمول فیلم بدماش و فیلم سلطان زمان و فیلم این چندین فیلم چگونه رسیدگی میکنی برایشان که همزمان در این فیلم ها نقش دارید؟ تقسیم کردین این فیلم ها را که جور میکنین؟ شما بین هم هماهنگی دارین؟ چه قسم است؟ بله، وقتی که شوت میشه یک جمعه پیش بر ما اول میتن که مثال این جمعه همراه ما یا این طول هفته دو روز همراه ما هستیم که شوت داریم. اما کمپانی ها رو ما قناعت بدیم که شما کارهایتان کسی دیگر نقشش بگیریم، ما همراه فلانه مصروف هستم. بعد از اون مرا وقت میتن، ما میریم کار خود همراه از وام میکنیم، همراه از یام. این روز شده که دو شوتینگ ما در یک روز گرفتیم. مثلا شوت های کوتاه بوده رفتیم که از وام کار کردیم، بعد از ظهر رفتیم که تیکایشان کار کردیم. بسیار خوب. آقای خاکسار، میشه بگوین که در یک فیلم که شما نقش بازی میکنید چه مدت در بر میگیره؟ او نظر به فیلم از فیلم‌های بلند سینمایی طول میکشه از تقریبا 2 سال، 1.5 سال، 1 سال حداقل. اگر بودجهش خوب مکمل باشه در 1 سال تمامش میکنم. اگر بودجهش کم باشه و مثلا یک پرودیسر که پرودیسری میکنه او یک ذره پیش میبره باز توقف پیدا میکنه. فیلم که اگر توقف پیدا کرد باز کارش طول میخوره. اگر با اون صورت پیش بره زود تمام میشه. باز دوستا هستن مثلا فیلم شروع میکنن یک مدت زمان که سپری میشه باز کارش استاپ میشه طول میخوره. اگر یک فیلم بودجهش باشه بسیار به سرعت پیش میره. اگر ما فصل در نظر بگیریم میتونیم در سالنگ بریم بگیریم یا در جلال آباد، مشکل نیست، هر جای ما میتونیم پیدا کنیم. اما مشکل در است که اینا فیلم ها ساخته میشه که فیلمی از در 2 ماه ساخته میشه. در 1 ماه ما این فیلم ساختیم، در 1 ماه فیلم مستند بوده، کوتاه بوده به نام کبوتر بیبال، فیلم 10 دقیقه‌ای بوده فستیوالی. فیلم فرزند راستین وطن بوده که 40 دقیقه‌ای است، او را ما در 2 ماه ساختیمش.
فیلم‌های کوتاه هم ساختیم در جمله. او باز تو خرجیات امکانات کار نداره دیگه، به او اندازه‌ای که کوتاه میخواد به او اندازه باز امکانات کمتر کار داره دیگه. ولی فیلم‌های مستند اکثریت مصرفش کم است. مصرفش کم است. منتها کار خوب باید شده بود. واقعا بانو در که چون در رسانه ها شما کار میکنین، ایدی ژورنالیست ها را چگونه ارزیابی میکنین، چگونه میبینین شما؟ خب همونطور که خودتان شاید هستین، کسایی که البته ژورنالیست است یا خبرنگار است معمولا در روزایی که این هم می باشه ما باید مصروف کارهای رسانه‌ای خودمون باشن، به خاطر که میخوایم دوستان برنامه خوبتر تهیه بکنن و دوستایی که البته مخاطبشان هستن در تلویزیون باشه چه در رسانه صوتی باشه. و اون دلیل ما هم مصروف کارهای رسانه‌ای بودیم و کم کم دیگه در خانه هم بودیم، همونطور با دوستا بودیم، کسایی که میمون آمدن اینجا تقسیم کردین برنامه ها را دیگه، کدام برنامه ها را باید دفتر و نیم روز هم خانه دیگه، همونطور مهماندار پذیرایی از اونا و بعد از سوم عید دیگه انشالله کوشش میکنیم که بریم دیدن دوستان. بسیار خوب. هیجان هست بس که مهمانا امروز زیاد بود، کلا گنگ واقعا چون تاثیرات روزه هم است، روزه تازه گذشته دیگه، بخاطر وقت هم نگذشت دیگه. خانم گلستانی میشه شما بگوین که دمی مدت کاریتان کدام کارتان خیلی براتون دلچسب بوده و باعث شده که شما باز هم همون کار انجام بدین و یا فیلم یا اعلان بوده که براتون بسیار دلچسب بوده و خوشایند بوده؟ ما در هر کاری که باید انجام بده باش علاقه انجام بده، کار که ما باش علاقه انجام بدیم طبعا کو میتونه موثر هم واقعی شود و ما در هر کاری که دوست داشتیم انجام بدیم، دوست داشتیم که باش علاقه و تمام رو انجام بدم. کارهای رسانه‌ای من و کارهایی که البته در بخش سناریو بوده، چون دوست داشتیم که یک داستان عالی باشه، یک داستان باشه که درد جامعه رو بیان بکنه. به اون دلیل در هر دو کارم تا فعلا خیلی خوش برام میگذره و امیدوارم که بعضی هم بتونم اینطور موفق باشم. خاص نبوده تا به حال کدام کار رسانه‌ای بیشتر دوست دارم، چون با مردم میباشی. کار که البته سینماگران انجام میده یک کار خیلی مشکل هست که ما در اون نیستیم، ولی که داستان رو میسازی و یک کار مشکل هست، ولی که باز با مخاطبین رو در رو میباشی در برنامه و یک جالبیت خودش. واقعا حالی در برنامه‌های صوتی و تصویری چی تفاوت می‌بینی؟ امروز خودت مهمان هستی یا میزبان هستی، خودت فکر کن چی تفاوتی را وجود می‌بینی خودت؟ تفاوت قدر خاص نداره، در هر دو برنامه باید گوینده آماده باشه، آمادگی برنامه خود بگیره. چیزی که در رادیو مهم است امی است که برنامه را وقتی که پیشکش میکنی قدر زیاد به ظاهر توجه نمیکنی، یعنی برکات قدر زیاد باید معلومات بیشتر داشته باشی، فصاحت و بلاغت داشته باشی. ولی یک فرقی که در رسانه صوتی و تصویری است که باز در رسانه تصویری قدر زیاد متوجه حرکات اونها نمیباشی، متوجه ظاهرت. یک برنامه دیگه هم اونطور که میمون بودم، یکی از گوینده ها گفتن که برنامه صوتی خوب است که گوینده هم صبح هم بیدار شد میاد اگر سر برنامه میشینه. گفتم نخیر دیگه شاید برای قایان نبوده باشه، چون اونا قدر زیاد و ظاهرشون زیاد میست اگر تو پیاز هم پوست بکنی، فرض کچالو هم مایده بکنی، هیچ کسی نمیگه گپ اما در سوار متوجه واقعا دیگه در تلویزیون دیگه که هر حرکت مردم میبینه. خب میخوایم که یک تمثیل داشته باشیم از شما یا یک چی رقم. خب ارچار ماسه هم بگیریم در تمثیل چطور میشه؟ ما درست فکر نکنم بتانیم. میتونیم. ما خب سرتان تو بگورم که میتونیم دیگه. نقششان خیلی بگوین شما که ما انتخاب کنم. بله. خب بیت کار میکنیم اید است دیگه. تو فکر کنی که میوه را شما دو تا همشیرهای ما هستیم، ما بیادر هستیم دیگه. این سر ما این مرا گفته که شما میوه را برین، میوه تازه شما برین، میوه خشک ما برین و عروش خراب آوردیم. تو فکر کنی ما صحیح بدلش ما آوردیم، چون از بچه ها که باید دختر خانم ها زیادتر تو خانوادشان و سلیقه‌شان دیگه توش دیگه پا میگردن دیگه. این دیگه بازی میکنیم بسیار خوب. چی نظر داریم؟ صحیح؟ خوب. خوب بپس. خب شروع را ما میکنم. بفرمایید. لالا همشیرین گفت شما برین میوه را برین، ولی تو بگو میوه خشک میری میوه تازه را؟ ما خب همیشه سر من میوه تازه را زدم، یا هم بینش کرم برآمده یا اون چیز دیگه برآمده، همین میوه خشک میارم، تو برو میوه تازه بیار.
چون هم مندایی هم برد نزدیک هستن هم کار تو بودم خود درست بسکیل هم داری خب ما میوه بسکیل خوش پنچر نیست نه میره پاچری میگیر پیش کاکا صدیق سیست ما میرم ما میوه خوش که خیلی میرم سیست 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 دیگه خدا کنه که قبول کنه اینا بس پشت گپ میگردن والا عربیش آمد مگم پیسه پیش ما کم هستن اون خدر زیاد چه باش کال چی میگن چی فرمایش میدن خاصیست سلام وعلیکم سلام خوش آمدید زنده باشید چرا خار هستی؟ چی آوردین؟ نه آوردیم تا میاره میشه خب چند لحظه چه؟ چند بزه میاره میشه میریم تو مرکت که ما میریم فقط نیم ساعت ما رو وقت اینا رو کنیم. میبینیم سیست؟ خب بریم سیست تشکر بریم بداودیم گرفتیم خب آمدیم یعنی سودا رو خوش آوردیم آمدید چی آوردین؟ یعنی ما میوه خوش آوردیم میدادم میگه خوش کرد نشان بده من میرم چی آوردی یعنی نقل آوردیم شیرینی چاکلت پسته شما گفتیم بادام ببینیم چیزا صحیح تو واقعا نمیاد چیز است برای آوردن که تو آوردی دکاندار این دو تا چشمت کار میکرد وقتی آوردی آره خب بیروبار بود شاید با تو معلوم است دیگه وقت نمیتونم ما یک ماه پیش برات گفته بودم که برو سودا رو بیار تو هم رفتی دو روز بعید مان بچون سودا رو چرا کم دکاندار سر تو زده خب نمی بود چیزی که در شهر بود ما گرفتم آوردم در خالتم داد پیسه ما گرفت البته مفت داده برشان دیگه حتما در بدن پیسه خود میوه رو نه کسی چی میگم چقدر بیروبار است این بیروبار تو سه شما در خانه قرار دارم شیشتین بیرون رو نمیبینین که چی حال هستن ما زود گرفتیم شهر دمینه که میوه تازه هم براتون آوردیم یک مسئولیت کوچک بر شما دارم ممکن میره بیرون کل کارهای خانه ما پاره ما گفتم نوای ما که تو میوه خوش کبر میوه تازه خود طرفش دیده نمیشه میره که سوی دو سرخان خب خیر یک سه با دو زده دیگهش که جور است در شما میوه تازه پیدا نمیشد کل خلاص شده بود چرا نمیکرد یک تنبلی ما کار داریم دیگه روز دیگه کار داشتیم نه یا خیش از کار نیستن دیگه نیست روز کارم بکنیم در روز دکان هستم دیگه کارا هستن اونا پیش بریم شما قرار دارم تمام روز در کارهای خود مصرف هستن سامان اولش بگی ای بگی او بگی اید نرسیده شما یا پشت گپ میگرد چرا حالا کدوم بیاد خواندیم و کدوم کار زده سر میوه بچه خود بیاد مثل خاطر نمو تو بی سلیقه یا شمالی رسای که پیش آره مثلا پیش شما جور کنیم دیگه ما خواه آردیم برشون سریخی شما خامل رامین شما رفتیم دیدی چی بود اونجا یه چیز نبود یا گپ میزن یا اشکال سیر گپ میزنه خواه خودشان هیچ کاری کردن نمیتونه هیچ نمی آوردیم دیگه 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 نمی آوردیم برو تو بریم از دکانی شنطله گرفتیم چه بود دو برای سپاس برشان بتیم نمیبریم حالا بنامه والا برید که سه تا کلمه میزنه هر چی کسی نمیز دیگه درست متوجه بودن یک چیز آقا خیر از پام چیزای صحیح شبانه فرما نمیکنه همون خراب شد که یکیش صحیح می بود من میگفتم یکیش صحیح یعنی این خراب است راست میگم خب یه کار دیگه میکنم دور نمیشه یا گپ مار نمیگیره دروازه را پای میکنیم میریم گشتک با ما چی ما کجا بریم خیر مجبور میکنه آقا شما باشین دیگه میمانا رو حضور کردن صحیح است بریم دیگه ما میریم امایتان بسیار زیاد تشکر سلامت باشید حیاتم ببرید ما خیلی خوبش تمثیل میکنم بسیار زیاد سپاس قندها جان که آمدین و دعوت ما رو پذیرفتین ما یک گیم داریم یک تا خوش کنیم خدا خیر کنه منطقه ایدی از در بینش ببینیم که احتیاط قرار بگیرین یک تا شما بگیرین دو گیم داریم خب هر دویشون با شما بازی میکنیم چی گفته؟ خب باش یک خب صحیح شروع کنیم خب سیاست نداریم که بعد سیاست نداره که بعد هم یکی اوه و ما شیر نشته شیر بگویم شعر بگویم مجبور دیگه سیاست مداری که بلتان یکی هسته اگه میترسی نشون ایستاد نه ما سیاست مدارا نمیترسم من سینما هستم هر کدامش دیگه تمثیلش برات میکنم دیگه سیاست مداری که دروغگویی باشه سخت بدم هر کسی که باشه والا که هر کسی باشه که دروغ بگه در سیاست اگر دروغ بگه که تو میگم ما اگر بجای فلانا میگم تو میکردم سرکار تو میکردم که اون آدمی که بیاد عمل کردن میتونه دروغ میگه بازور سخت بد میدیم و از شما چی برآمد بردم؟ باید شیر بگویم شعر بگویی خب در رادیو دیگه دکلمه هم شاید کرده باشه چون ولی در ذهن ندارم چی بود؟ داستان یکم چیز خود از این بود تو نام خدا دیگه اگرچه چاره‌ای هم نیست ولی بیچارگی تا کی ندارم جای در قلبت چون این آوارگی تا کی اگرچه خوب میدانم تلاشم نقش بر آب است ولی هرگز نمیدانم که این دیوانگی تا کی من نکته دیگه ما خود در ذهن ندارم باشه مستقیم باید یک دیگه باید بگیریم
یک چانس یک چانس براتون یک چانس دیگه خواهد چانس ما دیگه اختری ایدی باید بریم باید دیدی بتین چیزی که رسم رواج هاست امروز شیر خوب نبود چی خوب بود فیلم نزدیک نظر میکنم راستی یک چیز دیگه ما که طفل بودیم در دروازه قیدی میرفتیم برای ما چیز میداد چاقلیت چیزا نه شما دختر خانم هستین شما میتونید در میوه تازه نه خب اینا تمام از خود ماست بخونم ایشان از بیرون اگه میاریم بازو گپ چیزاست مجبور مثلا وادت میاریم میگی بار دیگه که آمد حتما میاره دیگه صحیح است حتما باید خب میمونه انشالله بسیار میگیرم خاطر طبقه هست همیشه در برنامه بسیار زیاد سپاس خواهد که آمدین و دعوت ما را پذیرفتین با امیدی موفقیت بیشترتان کارهایتان هم تو استوار و پایدار باشه از زنده سلامت باشین تشکر از شما و تشکر از تمام کارمندای تلویزیون که ما دعوت کردین یک تلویزیونی است که واقعا من خودم دوست دارم باور کنیم که چندین رسانه‌ای بوده وقت نبوده شما که زنگ زدین ما باز میاسم پیش سلامت بازم شما هم خوش آمدید خوش شدید خوشحال شدم از که با شما بودم انشالله که یک عید خوب خوش داشته باشید سلامت باشین فقط بانو گلستانی وقفه میگیره آها شما به وقفه خاطر که میگیرین دو گیم اردوش نتانستیم حالا میتونیم که مجری برنامه شما باشیم مجری برنامه شوین ما مهمان هستیم از ما تشکر کنن و وقفه بگیریم این کمره هستن روی برایتان وقتا میگیم وقفه میگیریم بله همون تو میریم باز خب تشکر میکنم از اعضایی که تا حالا با ما بودن در این لحظات برنامه هم وقفه داریم دوباره برمیگردیم جایی نریم